دوستای خوبم سلام، به روز انگلیش خوش اومدید. امروز داستان خرگوش و لاک‌پشت رو کار میکنیم. اول به فایل صوتی داستان گوش کنید، بعدم خودم براتون میخونم و ترجمه میکنم. بریم که شروع کنیم. The tortoise and the hare. A speedy hare lived in the woods. She was always bragging to the other animals about how fast she could run. The animals grew tired of listening to the hare. So one day, the tortoise walked slowly up to her and challenged her to a race. The hare howled with laughter. Race me! I can run circles around you. The hare said. But the tortoise didn't budge. Okay, tortoise. You want a race? You've got it. This will be a piece of cake. The animals gathered to watch the big race. A whistle blew, and they were off. The hare sprinted down the road while the tortoise crawled away from the starting line. The hare ran for a while and looked back. She could barely see the tortoise on the path behind her. Certain she'd win the race, the hare decided to rest under a shady tree. The tortoise came plodding down the road at his usual slow pace. He saw the hare, who had fallen asleep against a tree trunk. The tortoise crawled right on by. The hare woke up and stretched her leg. She looked down the path and saw no sign of the tortoise. I might as well go win this race. She thought. As the hare rounded the last curve, she was shocked by what she saw. The tortoise was crossing the finish line. The tortoise has won the race. The confused hare crossed the finish line. Wow. Tortoise, The hare said. I really thought there was no way you could beat me. The tortoise smiled. I know. That's why I won. حالا من خودم داستان رو تیکه به تیکه میخونم، ترجمه میکنم و هر جایی لازم هست توضیح میدم. بریم که شروع کنیم. The tortoise and the hare. tortoise یعنی لاک‌پشت، hare یعنی خرگوش. لاک‌پشت و خرگوش. A speedy hare lived in the woods. speedy یعنی چابک، سریع. wood قبلا داشتید به معنی جنگل. یه خرگوش چابک یا خرگوشی چابک در جنگل زندگی می کرد. She was always bragging to the other animals about how fast she could run. brag یعنی پوز دادن. How fast چقدر سریع. could گذشته فعل کن هست به معنی توانستن و ران هم که قبلا با هم دیگه خوندیم به معنی دویدن. خب معنی جمله چی میشه؟ او همیشه به حیوانای دیگه درباره این که چقدر سریع میتونست بدوه پوز میداد. البته ما معمولا تو فارسی یه خورده روون‌تر، یه خورده ساده تر از این میگیم چی؟ او همیشه درباره سرعت دویدنش به حیوانای دیگه پوز میداد یا لاف میزد. The animals grew tired of listening to the hare. grew گذشته grow هست به معنی شدن. البته این فعل جاهای دیگه معنی دیگه هم میده، مثلا رشد کردن، بزرگ شدن. اینجا به معنی شدن میده. tired خسته و آخرین کلمه جدیدمون listening، در واقع listen به معنی گوش دادن، گوش کردن. بچه تیش سایلنت، تیش رو تلفظ نکنید، listen. خب ترجمهش چی میشه؟ حیوانات از گوش دادن به حرفای خرگوش خسته شده بودن. So one day the tortoise walked slowly up to her and challenged her to a race. So به معنی بنابراین، به همین خاطر. slowly یه قیده، به آرامی، به آهستگی. challenge بدون دی آخرش به معنی به مبارزه طلبیدن، به چالش کشیدن. دی که اومده در انتهای فعل چسبیده به این دلیله که جمله ما به زمان گذشته است. آخرین کلممونم ریس یعنی مسابقه. به همین خاطر یه روز یا میتونیم بگیم روزی از روزها لاک‌پشت به آرامی پیش او رفت و او رو به مسابقه دعوت کرد. The hare howled with laughter. howl یعنی فریاد زدن، با صدای بلند صحبت کردن. laughter میشه خنده. خرگوش با خنده‌ای فریاد زد. Race you? I can run circles around you, the hare said. circle یعنی دایره، اون اسی که اومده آخرش اس جمع هست. around یعنی دور تا دور. خب
ما اگر خواسته باشیم کلمه به کلمه ترجمه کنیم نمیتونیم بگیم من میتونم دور تا دور تو دایره بکشم. منظور چیه؟ حالا من جمله رو ترجمه میکنم. قسمت اول که مشخصه race you که علامت سوالم در انتها داره، یعنی با تو مسابقه بدم. اما قسمت دوم که نمیتونیم کلمه به کلمه ترجمه کنیم، اینطوری ترجمه بهتری هست براش اگر بگیم من تو رو به راحتی میبرم. پس خرگوش گفت با تو مسابقه بدم من تو رو به راحتی میبرم. But the tortoise didn't budge. باج به معنی جم خوردن، تکان جزئی خوردن. بچه حواستون باشه دیش سایلنته، دی رو تلفظ نکنید. باج. خب حالا چجوری میگیم؟ میتونیم کلمه به کلمه بگیم اما لاک‌پشت اصلا تکون نخورد، اصلا جم نخورد، اما این ترجمه قشنگی نمیشه. بهتره اینجوری ترجمه کنیم اما نظر لاک‌پشت عوض نشد. Okay tortoise, you want a race? You've got it. توی قسمت اول کلمه جدیدی نداریم اما توی قسمت آخر got گذشته فعل get هست به معنی به دست آوردن. برای ترجمه این جمله آخر نمیتونیم بگیم تو اونو به دست آوردی. معمولا تو فارسی اینطوری نمیگیم. ترجمه رو میگیم چی؟ باشه قبوله. پس ترجمه جمله چجوری میشه؟ باشه لاک‌پشت، پس تو مسابقه میخوای؟ باشه قبوله. This will be a piece of cake. A piece of cake یعنی خیلی راحت، آسون. ما تو فارسی برای خیلی راحت و آسون یه اصطلاحی رو داریم، میگیم مثل آب خوردن. پس بهترین ترجمه برای این جمله اینه، این واسه من مثل آب خوردنه. The animals gathered to watch the big race. gather به معنی جمع شدن بدون ایدی آخر. اون ایدی به این دلیل اومده که جمله ما به زمان گذشته است. حیوانات برای تماشای مسابقه بزرگ جمع شدن. A whistle blew and they were off. بچه whistle H و Tش خونده نمیشه، سایلنت هست، به معنی سوت. Blew گذشته blow هست یعنی دمیدن. و آخرین کلمه off یه معنیش رو قطعا همتون میدونید یعنی خاموش. اینجا معنی جدیدش رو یاد بگیرید، عازم. سوت رو زدن و اونها مسابقه رو شروع کردن. The hare sprinted down the road while the tortoise crawled away from the starting line. Sprint بدون ایدی به معنی با حد اکثر سرعت دویدن هست. با حد اکثر سرعت دویدن. Down پایین، road جاده. crawl بدون ایدی، crawl به معنی خزیدن، به کندی پیش رفتن. away دور، starting line میشه خط شروع. خرگوش مسیر را با حد اکثر سرعت میدوید در حالی که لاک‌پشت به کندی از خط شروع مسابقه دور میشد. The hare ran for a while and looked back. For a while یعنی مدتی، برای مدتی. Look back به عقب نگاه کردن. خرگوش مدتی دوید و به عقب نگاه کرد. She could barely see the tortoise on the path behind her. could گذشته can هست همونطوری که میدونید به معنی توانستن. barely یعنی به سختی، به زور. path یعنی راه، مسیر. معنی کلمه به کلمش، معنی حالا خیلی دقیقش خواسته باشیم بگیم میشه او به سختی میتونست لاک‌پشت رو پشت سرش در مسیر ببینه. میتونیم هم یه جوری دیگه معنی کنیم بگیم او دیگه نمیتونست لاک‌پشت رو پشت سرش در مسیر ببینه. Certain she'd win the race, the hare decided to rest under a shady tree. Certain کلمه اول به معنی قطعی، مسلم. She'd win در واقع بوده she would win. would گذشته فعل will هست که الان نمیخوایم وارد مبحث گرامریش بشیم. decided دی رو حذف کنید، فقط decide به معنی تصمیم گرفتن. اون دی به این دلیلی که جمله ما به زمان گذشته بوده. shady سایه‌دار. خرگوش که از برنده شدن خود مطمئن بود تصمیم گرفت در سایه یک درخت کمی استراحت کند. The tortoise came plodding down the road at his usual slow pace. came گذشته کام هست به معنی آمدن که قبلا خوندید بچه. plod P-L-O-D به معنی آهسته و محکم حرکت کردن.
usual عادی، همیشگی. لاک‌پشت با سرعت همیشگیش آهسته آهسته از راه رسید. He saw the hare who had fallen asleep against a tree trunk. fall asleep به معنی به خواب رفتن. against قبلا یه معنیشو خوندید، یعنی مخالف بر ضد. اینجا معنی جدیدشو یاد بگیرید، کنار. tree trunk یعنی تنه درخت. trunk یعنی تنه. او خرگوش رو دید که کنار تنه درختی به خواب رفته بود. The tortoise crawled right on by. right یعنی درست. by قبلا یه معنی رو خوندید، بلدید همتون، به معنی به وسیله. امروز اینجا معنی جدیدش رو یاد بگیرید، کنار. لاک‌پشت درست از کنارش رد شد. The hare woke up and stretched her legs. woke up گذشته wake up هست، یعنی بیدار شدن. stretch بدون ایدی آخرش یعنی کش دادن. بچه تیش تلفظ نمیشه. stretch. خرگوش از خواب بیدار شد و پاهاش رو کش و قوسی داد. She looked down the path and saw no sign of the tortoise. تنها کلمه جدید این قسمت sign هست که جیش تلفظ نمیشه، به معنی اثر، نشانه. او مسیر را نگاه کرد و اثری از لاک‌پشت ندید. I might as well go win this race, she thought. might as well به معنی چاره‌ای نیست جز این که. بچه وقتی که میخوای بگی چاره نیست که یعنی دلیلی وجود نداره که فلان کاری رو انجام ندم، از این اصطلاح استفاده میشه، might as well. بنابراین معنی، حالا اگر اصطلاح رو خواسته باشید بدونید چاره‌ای نیست جز، حالا ادامهش رو هم باید کلمات دیگر رو بیاریم، معنیش این میشه. ترجمه جمله‌مون چجوری میشه؟ آخرین کلمه رو هم بهتون بگم. thought به معنی گذشته think هست، به معنی فکر کردن. او با خودش فکر کرد چاره‌ای نیست جز این که برم و این مسابقه رو ببرم. میتونید اینجوری بگید، میتونیدم اینطوری به ترجمه کنید، با خودش فکر کرد من باید برم و این مسابقه رو برنده بشم. As the hare rounded the last curve, she was shocked by what she saw. از کلمه اولمون هنگامی که، round دور زدن، last آخرین، curve پیچ، پس last curve میشه آخرین پیچ. shock به معنی شوکه شدن، متعجب شدن. وقتی خرگوش آخرین پیچ رو رد کرد، از آن چه میدید شوکه شد یا از اون چه میدید تعجب کرد. The tortoise was crossing the finish line. cross یعنی از وسط چیزی گذشتن. finish line یعنی خط پایان. لاک‌پشت داشت از خط پایان رد می شد. The tortoise has won the race. بچه اینجا خرگوش داره با تعجب از خودش میپرسه لاک‌پشت مسابقه رو برده؟ The confused hare crossed the finish line. Confused یعنی گیج، سردرگم، صفته. خرگوش سردرگم از خط پایان رد شد. Wow, tortoise, the hare said. I really thought there was no way you could beat me. No way هیچ راهی. beat شکست دادن. خرگوش گفت وای لاک‌پشت، من واقعا فکر میکردم هیچ راهی وجود نداره تو بتونی منو شکست بدی. The tortoise smiled. I know, that's why I won. Smile یعنی لبخند زدن. لاک‌پشت لبخندی زد و گفت میدونم، واسه همین بود که من برنده شدم. دوستان متشکرم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. توصیه میکنم که یک بار دیگه داستان رو بخونید و بعد با جملات و کلماتی که یادتون مونده حالا از اول داستان رو برای خودتون بگید که اسپیکینگتون تقویت بشه. ممنون میشم با لایک و کامنت انگلیسی کمک کنید که یوتیوب این داستان رو به دوستان بیشتری نشون بده. موفق باشید. خدا نگهدار.